تعمیر منبع تغذیه متغیر 0 تا 30 ولت و 5 آمپر باکو مدل 305D. هم تعمیرش تموم شد. ولتاژ میرفت روی 45 و اصلا پایین نمی اومد و تغییر نمی کرد. الان هم مشاهده کنید تا خود صفر شده. ولتاژ اینا 30 ولته، اینو که میرفت 45 دیگه 30 ولت آخرش. دوستان یه مشکل برمیگرده به ترانزیستورهای قدرت. این ترانزیستورهایی که اینجا هستن، این ترانزیستورها پکیج TOC 2NC72. اینا رو داخل بازار کم نایابه، من گیر نیاوردم، با ترانزیستور TIP35C جایگزینشون کردم. این دو تا ترانزیستور به صورت موازی بسته میشن با هم دیگه. امیتر اینا با یه مقاومت آجوری که اینجا داره، با این مقاومت آجوری وصل میشه به امیتر این ترانزیستور، فکر کنم چی بود، MEG درسته، MEG 355 با دو تا مقاومت وصل میشه به این. البته دو تا مقاومت واسه اینه که اینا با هم دیگه موازی هن. کلکتور اینا وصل به سر خازن VCC ما، یعنی مثبت از مثبتش از این خازن گرفته. بیس اینا وصل به بیسش باید وصل باشه به بیس با یه مقاومت 100 اوهمی که اینجا داره، به این مقاومت وصله که این مقاومت هم از IC یا همون رگولاتور LM324 فرمان میگیره. اینجا TL431 رو داریم که با دو تا مقاومت 3.6 کیلو وصل میشه به پایه شماره فکر کنم 1278 LM321. این ولتاژ، اینم ولتاژ پایه رفرنس TL431 هم به تقریبا 5 ولت رسیده بود که این دوتا مقاومت سرراهش حالا با این که سالم نشون میداد عوض کردم درست شده، چون زیر بار نمیتونست جواب بده مثل اینکه مقاومت ها. البته دو تا زنر 51 ولت هم داره این بورد که این زنراش خب تعویض کردم، ولی خب نیازی نبودش، سالم بودش. واسه عمر بیشتر کار من این کارو کردم. این دیودایی هم دوستان که اینجا میبینید اینا زنر نیستن، اینا 1.48 و دیگه چیز خاصی نداره این بورد. دو تا رله داره که واسه دو تا سطح ولتاژه. اینم که ولتاژش میشه 45 ولت، واسه این بود که هر دو تا رله میومد داخل مدار با هم دیگه. یکی حدود سر 15 ولت یه رله فعال میشه، 15 ولت بعدی هم یه رله دیگه فعال میشه، بعد درسته 30 به اضافه 15 میشه 45 دیگه میرفت، یعنی با کل توانش. من اول فکر میکردم که یعنی اینجوری نشون میداد که LM324 متوجه میشه که ولتاژ باید برسه به 45، یعنی این درخواست ازش دارن. و تو مدار فیدبک دنبال ایراد بودم که یعنی ایرادی هم اونجا داشتش، اگه این ایراد نمیگرفتم نمیتونستم به اون ایراد برسم که ولتاژ پایه رفرنس TL431 5 ولت بوده. این ولتاژ میرسه TL431 مسلما خلاصه، باید تعویض بشه. ولتاژ پایه TL431 باید 2.5 ولت باشه، نهایت دیگه 2.7 2.8 3 خورده هم بشه ممکنه سوختنش زیاده. اینم که یک رگولاتور 12 ولت بیشتر واسه تغذیه IC و با مصارفه که طراح 12 ولتی که طراح روی بورد احتیاج داره، به تغذیه سرین IC 30 ولت میاد. یه چیزی نداره. ما اینو خوب قشنگ تمیز کردیم و قشنگ خمیر زدیم و سفتش کردیم که حرارت به خوبی دفع بشه. اون فنم که روشنه. الان هم دوستان سر 14 ولت
خنک مشکلی نداره. البته این TIP 35C تحمل آمپرش تا 25 آمپره، ولی این ترانزیستور 2NCR72 پکیج TOC تحمل آمپرش تا 15 آمپر بوده، اون قوی تره. دیگه چیز خاصی نداره. ممنونم.